انگار با اصلا هم تکون نمیخوره شنل. باسم مسافرین محترم پرواز 471 به مقصد بار از اینکه در این سفر همراه ابا اینجا بار نداد، این آلکاتراز بود. ابا اشتباه تایپی بود. شنل سیاه شده لامصب. خراب بمونکی. آره 4 دی گوه میخوری آخه جوری مثل بهتر که همون دور شده اینجا خیلی پره. چی؟ من اومدم سلاف. من دیل اومد آره هستم. دیگه. من دیل بازی میبینم. بازیکن خسته همیشه خسته است. من گوه خوردم. چند نفر شما؟ ناموسه هم کنیم. یا تمیز میخوره نمیره. دوستان حتما کانال منو سابسکرایب داشته باشین، لایک هم فراموش نشه. ویدیوهای زیادی قرار براتون بذارم، حتما منو دنبال کنین. کامنت ها نظرتون رو بهم بگین که تا حالا با همچین اسکوادایی برخورد کردین یا باحال بودن یا نه. حتما نظرتون رو بگین. Only 2 teams left, getting close to victory.